به نام خدا سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب بچه‌ها ادامه فصل اول کتاب ریاضی چهارم بخش عدد نویسی رو قراره که امروز با هم انجام بدیم. خب بدون معطلی بریم روی صفحه لپتاپ. شما هم کتاباتون رو باز کنید. سوال اولش گفته که توی فعالیت الگوی شمردن هزار تا رو ادامه بدید. خب ببینید مشخصه دیگه. اول زده 1000، 2000، بعدی چند میشه؟ مشخصه 3000، بعدی 4000، بعدی 5000، 6000، 7000، 8000 و آخری هم که 9000. بریم سوال بعد. نوشته توی سوال 2 هر مکعب نشان دهنده عدد 1000. عددی رو که هر شکل نشون میده بنویسید. میگه که هر مکعب خودش گفته. میگه هر مکعب خب 1000 رو نشون میده. حالا اینجا چند تا 1000 تایی داریم؟ 1 2 3 4، یعنی 1000 2000 3000 4000. زیرش مینویسیم 4000. اولا که خودش گفته 1000. بیایم بعدی داریم از سمت چپ انجام میدیم. خب 1 2 یعنی میشه 1000 2000 3000 4000 و 5000. زیرش مینویسیم 5000. اینجا ببینیم چند تا داره. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000. نوشته خودش هم 10000. 10000 تایی. خب میتونیم هزار تایی بشماریم بچه ها. میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم بیان بگیم که 10 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 تا 1000 تایی داریم. 10 رو ضرب در 1000 کنیم. حالا چجوری ضرب کنیم؟ میایم میگیم که صفراشو در نظر نمیگیریم. نه صفر اینو در نظر میگیریم، نه صفر اینو. یعنی نه صفر 10 و نه صفر 1000. میگیم یکی یکی. حالا چند تا صفر دارن؟ یه دونه 10 داره، 4 تا 3 1000 3 تا 1000 رو هم میشن 4 تا. 4 تا صفر میذاریم جلوی یکمون. جواب میشه 10000. میدونید برای خوندنم همیشه از سمت چپ سه تا از سمت راست سه تا جدا میکنیم. این الان 3 تا 10000. این پایین گفته اگر 10 مکعب 1000 تایی رو کنار هم قرار بدیم چه عددی درست میشه؟ گفتیم دیگه 10 تا مکعب 1000 تایی قرار دادیم میشه 10000 تا. با حروف می‌نویسیم 10000، با رقمم که خودش نوشته. بیا پایین. گفته که شکل مقابل چه عددی رو نشون میده. بچه شکل مقابل 2 تا 10000 تاییه. 2 تا 10000 تایی یا ذهنی میتونی بگی 20000 تا یا نه بیای حسابش کنی، ضربش کنی. چطوری ضرب میکنی؟ میای میگی که خب 2 ضرب در 10000. 2 تا دسته 10000 تایی داریم دیگه. این یه دونه دسته، اینم 2 تا دسته. 2 ضرب در 10000. گفتم باز برای ضرب کردنش صفراشو در نظر نمیگیری. این صفرا رو در نظر نمیگیری. بعد میگی 2 یکی میشه 2 تا. حالا 4 تا صفر میذاری جلوش. شد 20000. با حروف 20000، با رقمم که 20000. بیا پایین. سوال 4 گفته هر یک از شکل‌های زیر چه عددی رو نشون میده؟ خب ببین شکل ما از سمت چپ کتاب شما که شروع کنیم باز از این مکعبا گذاشته. ما میدونیم هر مکعب تو کتاب خودش گفته 1000 تا. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000. جواب میشه 14000. من میتونم اینجوری حساب کنم، یعنی ذهنی حساب کنم. میتونم نه بیام بگم 10 تا 1000 تایی اینجا دارم، 4 تا اینجا، یعنی 14 تا من 1000 تایی دارم. 14 رو ضرب در 1000 کنم. 14 تا بسته 1000 تایی. باز برای ضربش چیکار میکنم؟ صفراشو در نظر نمیگیرم، انگار صفراشو میذارم توی بادکنک. میگم 14 یکی 14 تا. حالا چند تا صفر داشت؟ 3 تا. میارم میذارم جلوش. عدد میشه چند؟ 14000. گفتم همیشه برای عدد خوانی سه رقم از سمت راست جدا میکنیم. 14000. اسکناسا رو ببین.
3 تا اسکناس 10,000 ریالی داریم. 3 ضرب در 10,000 مساوی با 30,000. 2 تا اسکناس 1000 ریالی داریم. 2 ضرب در 1000 میشه 2000. بچه‌ها با هم اینا رو باید جمع کنیم. برای جمعشون یا میدونی ذهنی جمع میکنی یا نه. اگر میخوای مطمئن شی 30,000 رو به اضافه 2000 میکنیم. بچه‌ها عدد میشه 32,000. باز برای عدد خوانی از سمت راست سه رقم جدا میکنم، میشه 32. 3 تا صفر هم که یعنی 1000. 32,000. بعدی چرتکه داده. ببینیم چند تا 10,000 تایی داده. یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا. 4 رو می‌نویسیم. چند تا 1000 تایی داده؟ 1 2 3. 3,000 تایی هم می‌نویسیم اینجا. خب بقیه‌اش صفره. تمام. میشه 43,000. بچه‌ها اینم میتونید عین این اسکناس جمع کنید. 4 تا 10,000 تایی داریم. بنویسید 40,000 به اضافه 3 تا 1000 تایی 3,000. بقیه‌اش هم که صفره. زیر هم می‌نویسید عین این میشه 43,000. توی کار در کلاس گفته عددهایی رو که در جدول مشخص شده بنویسید. 47,000. اون یکی 74,000. بچه‌ها دقت کنید. یکان، دهگان، صدگان، هزارگان، 10,000گان. خب باز توی جدول مشخصه دیگه. باز ما میتونیم از سمت راست هم جدا کنیم. 47,000. این یکی چی؟ 74,000. حالا گفته بین این دو عدد چه تفاوتی وجود داره؟ تفاوتش مشخصه دیگه. توی اولی توی 47,000 هزارگان ما 7، 10,000گانمون 4. توی 74,000 هزارگانمون 4، 10,000گانمون 7. خب بچه‌ها به هزارگان و یکان هزار هم میگن، به 10,000گان دهگان هزار هم میگن. حالا اگه صدگان هم داشت میتونیم بنویسیم 100,000گان یا صدگان هزار. سوال 2 گفته 10,000 چند تا هزار تاست؟ میگه خودش میگه 10,000 دیگه. چند تا هزار تاست؟ 10 تا. 20,000 چند تا هزار تاست؟ خودش میگه 20,000 دیگه. 20 تا. حالا 35,000 چند تا هزار تاست؟ معلومه دیگه 35 تا. بریم پایین. گفته با توجه به سوالهای بالا عددی که در جدول مشخص شده رو با عدد و حروف بنویسید. سوال بالا گفته بود 47,000. ببین اگر که این هزار نبود من می نوشتم یکان و دهگان بود می نوشتم 47. منتها این 7 یکان هزاره، 4 هم دهگان هزاره، پس میشه 47,000. اینجا می نویسم با حروفم 47,000. سوال 4 گفته بین این دو تا عدد چه تفاوتی وجود داره؟ 53,000 35,000. بچه‌ها تفاوتشون اینه بین دو تا سوال بالا. توی اولی یعنی توی این دهگان هزار 5 یکان هزار 3. توی دومی دهگان هزار 3 یکان هزار 5. دهگان هزار و یکان هزارشون با هم جابجا شده این دو تا. سوال 5 مانند نمونه گسترده هر عدد رو خواسته که بنویسید. اول خودش داده بچه‌ها، بعد گفته بقیه‌اش رو شما تکمیل کنید. ببین برای گسترده نویسی عدد رو از سمت چپ شروع می‌کنیم. الان از 5 شروع می‌کنیم. خب اول عدد رو می‌خونیم. بچه‌ها هر عددی رو که توی کتاب دیدی حاصل رو به دست آوردی. عدد رو می‌خواستی گسترده نویسی کنی، نمیدونم جمع زدی با هم قرار بود عدد رو بنویسی، حتما از سمت راست جدا کن عدد رو بخون. خب این الان چنده؟ از سمت راست سه رقم جدا کنی میشه 53,000. 53,678. درسته؟ خب حالا برای گسترده نویسی از سمت چپ شروع میکنم، یعنی از 5. خب نگاه میکنم ببینم چند تا عدد جلوشه. 4 تا. به همون اندازه صفر میذارم جلوش، میشه 50,000. حالا 3 رو نگاه کنید. توی 3 با 3 رو در نظر میگیرم چند تا عدد جلوشه؟ 3 تا. 3 رو مینویسم به اندازه اعدادی که جلوشه، صفر میذارم جلوش.
3 تا عدد جلوشه، منم 3 تا صفر گذاشتم جلوش توی گسترده نویسی. 6 رو نگاه میکنم چند تا عدد جلوشه؟ 2 تا. 7 و 8 فقط جلوشه. 6 رو مینویسم، 2 تا عدد میذارم جلوش، میشه 600. 7 رو نگاه میکنم فقط یه عدد جلوشه، 8. به جای اون یه دونه عددم صفر میذارم و 8 که دیگه عدد جلوش نیست، خودش رو مینویسم، یکان دیگه. باز عدد رو میخونم، 70012. باز همین کارو میکنم، از 7 شروع میکنم، به اندازه ی اعداد جلوش به جای صفر میذارم. چند تا عدد جلوی صفر جلوی 7 داریم؟ 4 تا. 7 رو مینویسم، 4 تا صفر جلوش میذارم. 2 تا صفرا رو نمی‌نویسم چون صفرن. میتونید هم بنویسید ولی خب 70000 به اضافه صفر دوباره به اضافه صفر که خودش میشه، بنابراین نمی‌نویسیم. میام سراغ 1. پس صفرا رو نمی‌نویسم. 1 چند تا عدد جلوش؟ یه دونه، فقط 2. به جای همون یه عددم جلوش صفر میذارم. 2 هم که خودش نوشته میشه. میام بعدی 99900. بازم همین کارو میکنم. 90000 به اضافه 9000 به اضافه 900. بچه این 2 تا صفرا رو هم میتونید بنویسید به اضافه صفر به اضافه صفر، میتونید ننویسید چون هر عدد با صفر جمع بشه خودش میشه، هیچ تأثیری نداره. امیدوارم که خسته نشده باشید تا اینجا. خب نوشته سوال یکش الگوی عددی را بخوانید و ادامه دهید. 10000 20000 30000 چند میشه؟ آفرین. 40000 50000 60000 70000 و 80000. 2. عددی رو که هر شکل نشان میدهد بخوانید و بنویسید. باز بچه خودش داده، میگه یه دونه از این ردیف آبیا یه دونه 10000 تایی. حالا اومده پایین میگه 2 تا 10000 تایی، 2 تا از این 10000 تایی یا 2 تا از این ردیف آبیا چند میشه؟ 2 تا 10000 تا میشه 20000 تا. اگر ذهنی میتونید ذهنی بگو، اگر دوست داری بنویسید. 2 ضرب در 1000، 2 ضرب در 10000، 2 تا از این 10000 تا یاده. برای ضربش هم گفتم صفرها رو در نظر نمیگیری، میذاری توی بادکنک، میگی 2 1 2 تا. حالا چند تا صفر داره؟ 4 تا صفر. این 4 تا صفر رو میاری همینجا میذاری. بعدی 3 تا 10000 تایی داره، 3 تا 10000 تا میشه 30000 تا. میتونی نبنویسی 3 ضرب در 10000 که میشه 30000. و بعدی بچه ببین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 تا ردیف چند تایی داریم ما؟ 10 تا ردیف 10000 تایی داریم. 10 تا ردیف 10000 تایی داریم. 10 ضرب در 10000 میشه 100000. خب بچه‌ها برای اینکه ویدیو بیشتر از این طولانی نشه، من ادامه عدد نویسی فصل اول رو توی ویدیو دیگه براتون توی کانال قرار میدم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و اگر که دوست داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. اگر هم نظری دارید تو کامنت ها بنویسید، حتما میخونم.